تفاوت مهم it's و it's با آپاستروفی. کدومو کجا به کار ببرم؟ it's با آپاستروفی یعنی it is مخفف هست. میگم it's heavy این سنگینه. it is heavy. it's yours این مال توه. it is yours. it's a gift این یک هدیه است یعنی همون it is a gift. it's بدون آپاستروفی یعنی یک چیزی متعلق به او آن می باشد. The book lost its cover. its cover مالکیت است. کتاب جلدش رو از دست داد. The cat drank from its bowl. گربه از کاسه‌اش نوشید. کاسه اش. its bowl. متعلق بودن به او آن. My ball توپم. Your ball توپت. His ball, her ball, its ball. توپش برای پسر، توپش برای دختر. Its ball برای اشیا و حیوانات استفاده میشه. Our ball توپمون. Their ball توپتون. با توجه به نکته‌ای که بهت گفتم کدوم جمله اشتباهه؟ The cat is eating its food بدون آپاستروفی. The cat is eating its food با آپاستروفی. گربه داره غذاشو میخوره. منتظر کامنتت هستم.